اکثر فقیهان اسلامی امام علی رحمان از ساکنان تاجیکستان که در صحرا کار میکنند دعوت کرد که ماه رمضان را به وقتی دیگر به تأخیر گذارند. مراجعت رحمان را خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور به مردم نشر کرده است. حالا بار دیگر به هموطنان عزیزم خاطر نشان می سازم که ماه رمضان این ساله علاوه به بیماری خطرناک کرونا ویروس به دوره اوج کشت و کار بهاری و جمع‌آوری حاصل بر وقتی برابر آمد. غیر از آن پرزیدنت رحمان درباره بعضی از عالمان اسلام سخن رانده میگوید که گویا فکر آنها به وقت دیگر گذرانیدن روزه‌داری جایز میباشد. همانا امام علی رحمان نامهای عالمانی که به آنها استناد کرده است نامبر نکرد. واضح و روشن است که طبق تعلیمات دین مبین اسلام سلامتی انسان و حفظ حیات آدمان از تمام فریضه های دیگر بالاتر است. این مسئله در سرچشمه های معتبر فقهی بارها و به تفصیل ذکر شده است. اکثر فقیهان اسلامی مقرر کردند که به کشاورزان، چارواداران و شخصان مشغول با دیگر کسب و کارهای پرمشقت که گرسنگی یا تشنگی سخت به سلامتی آنها ضرر می‌رساند خوردن روزه اجازت است. اینچنین اظهار نمود که اگر کارگری صحرا در رمضان روزه بگیرد به سلامتی خود دیده و دانسته ضرر رسانیده است. یعنی ما نباید دیده و دانسته در نتیجه ننوشیدن آب و نخوردن خوراک که خصوصاً به سلامتی کلانسالان ضرر دارد به جان خود جبر کنیم و به خودکشی دست زنیم. نرویم کیش نکنیم، درو نکنیم. در زمستان یادداشت میکنیم که امام علی رحمان سال گذشته نیز به کوچانیدن رمضانی کارگران صحراها و بیناکاران نیروگاه برقی آبی راغون دعوت کرده بود. در آن زمان مراجعت مذکور از جانب امام خطیبانی درباره دستگیری یافته بود. باید اون کار رو انجام بدهند و روزهشون رو میخورن و در مدتی مناسبی خوب، یعنی روزهشون رو برای یک روز خوردگیشون یک روز قضا میدارن. خبرنگاری خبرها برای شرح موضوع به شاکرخان دام الله از شهر دوشنبه مراجعت نمود. تمام مذهب‌های اسلامی از جمله مذهب حنفی یکدلانه اعتراف میکنند که گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان وظیفه هر یک مسلمان عاقل بالغ است. تنها زمره شخصانی که در آیات نامبر شدند از این مستثنا میباشند. الله سبحانه و تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. ای کسانی که ایمان آوردید روزه داشتن بر شما مقرر شد همچنانی که بر کسان پیش از شما بودن مقرر شده بود تا پرهیزگار شوید. روزهای به شمار هر کس که از شما بیمار یا در سفر باشد و همان عدد از روزهای دیگر روزه بدارد. همین طور تمام مردم به استثنای بیماران و مسافران باید در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند. این چنین طبق دیگر متنهای شریعت موقوف گذاشتن زنان حامله‌دار و شرمک اجازت داده شده است. خوردن خوراک در ماه رمضان بدون عذر شرعی گناه است بزرگ، چنانچه در حدیث ابن حبان از ابو امامه باهلی روایت کرده است که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند: شنیدم که من خواب بودم و بعد از آن دو مرد به نزدم آمدند. آنها مرا از دستم گرفته مرا به کوه بردند و آنگاه فرمودند: بالا برایت. من گفتم من این کار را کرده نمیتوانم. آنها گفتند ما به شما کمک خواهیم کرد. من به قله که برآمدم و ناگهان صدای بلند را شنیده از آنها پرسیدم: این چه صداست؟ گفتند این غرش دوزخیان است. سپس آنها همراه من رفتند و من دیدم که آدمان از رگهایشان آویزان هستند و دهانشان کنده شده است.
که از آنها خون جاری می شد. من گفتم آنها کیستند؟ جواب دادند اینها کسانی هستند که پیش از آمدن وقت افطار خوراک می خوردند، یعنی بدون عذر شرعی روزه نمی گرفتند. امام ذهبی در کتاب کبائر می گوید مؤمنان اطمینان دارند که کسانی که در ماه رمضان بدون بیماری و بدون سببهای کافی روزه نمی دارند از شخص زیناکار و میزده دیده بدتر است. علاوه بر این آنها به پیروی او به اسلام شبهه دارند. رئیس جمهور رحمان بار اول نیست که چنین تکلیف را پیشنهاد می کند. معنای به احترامی نسبت یکی از رکنهای اسلام را دارد. این تعجب آور نیست، زیرا با نظر داشت آنکه در طول بیش از 25 سال حکمرانیش تمام کوشش‌های امکان پذیر را برای ادامه دادن کار مستملکه‌داران شوروی روسیه برای نابود کردن دین در کشور ما انجام داده است. او تنها درباره صحت برآمدن از بحران اقتصادی قریب الوقوع اندیشه دارد که در آن او تنها با میلیون‌ها سابق مهاجران مهنتی در کشور باقی خواهد ماند و آنها بی نهایت ناامید از آن که اقتصادیات تاجیکستان تنها به انتقال پول از روسیه وابستگی دارد، در حالی که ثروت زمین ما به خطایها با نرخ ارزان فروخته می شود و بودجه کشور از طرف کلن رحمان غصب می شود. قحطی و قیمتی و نقص با وجود میاد.